иметь свои отрицательные и положительные моменты. گذاشتن با پخش رقمی یکی از مسئله‌های داغ است که تلویزیون‌های مستقل با آن روبرو می‌باشند برای آنکه مسائل وابسته به نمودن حجت‌های معیاری حقوقی برای مشخص ساختن سرنوشت تلویزیون‌های مستقل هنوز موجود نیست. یعنی به طور رسمی مقام تلویزیون‌های مستقل در برنامه دولتی گذاشتن با پخش رقمی و کنسپت دولتی رشد تلویزیون رقمی تا سال 2025 مشخص نگردیده است. از این خاطر اساتید استفاده کنندگان و پنگ کنندگان مواد تلویزیونی یکجایی با دیگر سازمان‌های ژورنالیستی همیشه برای می‌کوشند که سرنوشت تلویزیون‌های مستقل یک مشخص گردد. زیرا گذاشتن با پخش رقمی از یک طرف نمای انکشاف تکنیکی و رشد تکنیک و تکنولوژی معاصر باشد، از طرف دیگر با آن باید آوردن نرساند که مردم با منبع‌های اطلاعاتی دسترسیشان کمتر گردد. یعنی مقصد اساسی گذاشتن با پخش رقمی این فراهم آوردن امکاناتی بیشتر برای مردم برای انتخاب شبکه دلخواه باشد، نه اینکه باعث آن گردد که مردم از تماشای شبکه‌های تلویزیونی خصوصا شبکه‌های تلویزیونی مستقل که منبع‌های آلترناتیوی دسترسی به اطلاعات میباشند محروم گردند. از این خاطر در تاجیکستان با کوشش سازمان‌های ژورنالیستی و جامعه شهروندی تاجیکستان مکالمه با تنظیمگر اساسی ساحه کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده. ما در تغییر علاوه‌ها با برنامه دولتی گذاشتن و پخش رقمی را با تنظیمگر اساسی پیشنهاد نمودیم و گروه کاری که در نزد کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان عبارت از 13 نفر، 7 نفر از جامعه شهروندی و 6 نفر از مقامات دولتی عمل می‌کنند. این گروه پیشنهادات خود را مشخص ساخته است و مهمترین آنها این میباشد که تلویزیون‌های مستقل باید به بسته اجتماعی مولتیپلکس رقمی داخل گردند و مردم توانند که از محصولات آنها، از مواد تلویزیونی آنها استفاده کنند. Очень мало информации о возможностях нового формата у населения. И это тоже года всего 63, там 64, вижу я, 63 теле- и радиоорганизации. Это 63 Центр законодательства при президенте. И наша